الهام سلج محمودی، نویسنده و کارگردان نمایش عروسکی مامان، به همراه تیمش و عروسک‌هاش در سالن تئاتر هامون مهمون این قسمت از مصاحبه تصویری تئاتر آنلاین هستند. سلام، من الهام حسینی هستم و شما تصویر ما رو از رسانه تئاتر آنلاین می‌بینید. امروز ما در بک استیج یا پشت صحنه یک نمایش عروسکی هستیم که مخصوص بزرگسالانه. در خدمت نویسنده و کارگردان نمایش خانم الهام سلج محمودی که افتخار دادن تیم ما رو دعوت کردن به تمرین نمایششون و خیلی خوشحالیم که اینجاییم. الهام عزیز ممنون. منم خیلی از شما ممنونم که اومدید امروز و وقت گذاشتین. قربون شما. الهام جان، بیا از اینجا شروع بکنیم. این نمایش در تئاتر شهر سالن سایه اجرا رفت و خیلی هم موفق در واقع پیش رفتش، با توجه به اینکه سالن سایه سالن کوچیکیه، ظرفیت 70 نفریه و شما نزدیک به 1700 نفر مخاطب داشتین فقط توی 28 اجرا. 27 اجرا. و تقریبا میتونم بگم که یه محاسبه 2 تا 4 تا ماشین حسابی بکنیم تقریبا هر شب پر داشتیم. بله، هر شب. و این نشون دهنده کیفیت کار شماست، به خصوص با این نگاه که ما نمایش عروسکی بزرگسال نداریم و اصلا اینکه مخاطب استقبال کرده این یک جای بحث داره. ولی بیا از اینجا شروع بکنیم. با توجه به اینکه همه استقبال کردن، خب قطعاً می اومدن میدیدن نمایش رو و بعد مثلا خب نویسنده و کارگردان این کیه؟ خود من برام این اتفاق افتاد. رفتم گفتم این چقدر نمایش خوبیه، الهام سلج محمودی کیه؟ سرچ کردم، نه اینستاگرامی نه اکانت تیوای. خانم شما کی هستی؟ عجب شروعی. آره، بذار خودتون بگین. ممنونم، مرسی که این آمار و ارقامو دادی. برای من خیلی لذت بخش بود واقعا، چون در تمام طول کار چیزی که باعث دلگرمی ما میشد همین استقبال مخاطب بود. خب من الهام سلج محمودی هستم، دانش آموخته رشته نمایش عروسکی از هنرهای زیبا دانشگاه تهران، ورودی سال 77. یعنی آره خیلی قدیمیه. خیلی 25 سال پیش تقریبا. و من از سال 82 حقیقتا دیگه کار نکردم. یعنی به دلایلی انتخاب کردم که فیلد دیگه رو برای زندگیم برگزینم و خیلی جاهای دیگه رفتم. صدا و سیما بودم، کار اداری توی ارگان رسمی داشتم، وزارت نیرو کار میکردم. توی مدت مامان شدم و یک پسر 11 ساله الان دارم و دوباره فرصت شد که برگردم و علاقه‌مندیم به نمایش عروسکی همیشه بود. همیشه برام دنیای عروسکی دنیای پر از خیال، فانتزی و خلق، یعنی اجازه خلق تصاویر بدیع رو میداد. جشنواره عروسکی بین المللی 19مینش که شروع شد دیگه منو قلقلک داد که بیام و کار ارائه بدم. چی شد اون قلقلک؟ چی بود که خب این همه سال گذشته بود شما کار نکردی یهویی؟ من تقریبا سال 97 از کار اداری اومدم بیرون و بعد شروع کردم به کارهای صنایع دستی که دوست داشتم. کار چوب میکردم، کار عروسک تک فریم شروع کردم، یه کار 3 دقیقه‌ای هم آماده کردم با موضوع مادر، تقریبا استاپ موشن با حضور مامانم که یه مدت پیشم بود و خیلی لذت بخش بود برام. بعد رفتم دوره عروسک استاپ موشن رو دیدم و اینجوری شد که دوباره یک جورایی وارد دنیای تئاتر و عروسکی شدم. بعد برنامه‌م این بود که یک کار استاپ موشن رو آماده بکنم، طرحش هم نوشته بودم، آماده هم بود. به این دلیل هم که اینقدر دور شده بودم از فضا که خب تیم نداشتم و برام مثلا یه جورایی این موقعیت بود که خب من تنهایی میتونم کار بکنم و این کار رو تنهایی انجام بدم، عروسکاشو بسازم، فضاشو بسازم و اینا و فیلم برداری کنم. بعد تو همین فضا بودم که جشنواره بین‌المللی شروع شد. بچه‌ها می‌خواستن کار کنن، دوستان بودن، ای گفتن الهام کار کن، الهام کار کن. من گفتم نه، من بعد 20 سال چطوری کار کنم، خیلی سخته. اون دوستان دوران دانشگاه
آره چون به هر حال من ارتباطم دیگه. باهاشون برقرار بود. آره خب ایول بذار کار کنم و هیچ کس رو نمیشناختم، یعنی اینقدر همه عوض شده بودن. رفتم سراغ یکی از قدیمی ترین دوستام که اون موقع سال 81 که من جشنواره دانشجویی عروسکی کار کرده بودم، یه کاری بود به اسم خانه سگی که همون سال هم جایزه متن گرفتم و هم جایزه عروسک سازی گرفتم. اون موقع رویا فکر کنم سال اول دانشگاه بود که با من کار میکرد. بعد از اون میدونستم که عروسک ساز شده و کار میکنه، رفتم سراغش و بعد سالها همدیگر رو دیدیم و بهش گفتم من یه همچین طرحی دارم و خیلی هم رویا دوست داشت و از همون روز اول در واقع کنارم بود. امیر طراح صحنه من هم که خب همیشه تو کارهای همسرم بود و باز با هم ارتباط دوستانه‌ای داریم، در رابطه با صحنه باهاش صحبت کردم و اون هم کنارم بود. در واقع ما 3 نفر این کار رو شروع کردیم و بعد افراد دیگه بهمون اضافه شدن. موضوع کار هم اینطوری میتونم بگم که یک سالی من خونه مادرم بودم. خونه مادرم جنوبه، یعنی من دورم از مامانم. اونجا بودم و مادرم من هم سالمندن. بعد ما یه خانواده پرجمعیت هستیم ولی خب هر کسی دنبال زندگی خودش رفته، مثل همه یعنی واقعا دیگه الان فرقی نمیکنه که مثلا یک فرزند داشته باشی نه واقعا یا 5-6 تا، همه به یک سنی که میرسن میرن دنبال زندگی خودشون و مسئله نگهداری از سالمند برای من یه دغدغه‌ای بود. این شروع کار من بود ولی بینش هی مفاهیم دیگه برای من بزرگتر شد. تنهایی ها خیلی رشد کرد و من تمام مدت تلاش کردم که قضاوتی نکنم و فقط روایت بکنم. من نمیگم که باید با سالمند چگونه برخورد کرد، نمیگم که باید دنبال زندگی خودمان رفت یا نرفت یا سالمند اینجوری یا اونجوری. من هیچ چیزی رو تو کار نمیخوام بگم، من فقط یک برشی از زندگی رو نشون میدم. و کار آماده شد، جشنواره دیده شد، خیلی خوب دیده شد. ما کارمون خیلی آماده و ترتمیز در اومد. ما خیلی زمان گذاشته بودیم برای هماهنگی‌ها. چند وقت تمرین کردی؟ ببینید من از همون خرداد ماه که در واقع جشنواره فراخوانش اومد و اینها کارم رو کردم، شروع کردم. بعد جشنواره قرار بود مهر برگزار بشه، عقب افتاد، بعد شد آذر، دوباره عقب افتاد. ما مثلا هی تمرین می‌کردیم، متوقف می‌شدیم، تمرین می‌کردیم، متوقف می‌شدیم، ولی به طور کلی متوقف نشدیم. و تا سال بعدش که تیر ماه برگزار شد، یعنی 1 سال تمام شد. تو این مدت گروه من عوض شدن، افرادی اضافه شدن، افرادی کم شدن، اصلا مدل عروسک‌ها تغییر کرد، متن تغییر کرد و و و و ولی به هر حال 1 سال کامل ما تا جشنواره کار کردیم. بعد از مداوم بدون هیچ وقفه. چرا وقفه بینش بود؟ به خاطر شرایط اجتماعی که بود وقفه داشت. چه سالی کارتون شروع کردید؟ 1401 بود دیگه که جشنواره فراخوانش اومد. 19مین جشنواره. ما از خرداد ماه در واقع جلو هم جمع شدیم و بالاخره 8 آبان اجرامون شروع شد، چون جزو تعهدات جشنواره بود که به ما اجرا بدن توی تئاتر شهر و اینقدر پیگیری کردیم که ما در واقع اولین کاری بودیم که اجرا رفتیم و بعد از اون هم قراره 2 تا کار دیگه هم اجرا بره. مشکل ما این بود که خب ما بعد از سالها داشتیم اولین کار نمایش عروسکی بزرگسال رو اجرا می‌رفتیم و برامون این چالش بود که خب مخاطب اصلا با فیلد نمایش عروسکی بزرگسال آشنا نیست. من به اعتقادم و البته گروه هم و خیلی های دیگه فکر نمی‌کنیم نمایش عروسکی چیزی جدای از نمایشه، گونه‌ای از نمایشه. بله. یه شاخه‌ای ازش هستش ولی کمتر در اینجا پرداخته شده. بله و ما حرفمون رو با عروسک‌ها میزنیم. کما اینکه توی کار من قاعدتاً اولین چیزی که مفهوم رو راحت‌تر منتقل می‌کرد عروسک بود، یعنی حضور عروسک. دقیقاً همینه. خیلی وقتا بازیگر به تو یک پیش زمینه ذهنی میده در واقع، حتی اگر گیریمش سنگین باشه، حتی اگر نمیدونم بالاخره یه چیزی در ته ذهن تو هست که این بازیگر داره بازی میکنه. ولی وقتی عروسک میاد و چهرهش خیلی فراتر از چهره‌های معمولیه، یعنی نه مثل مامانته، هم مثل مامانته، هم مثل مادر بزرگته، هم مثل مادر بزرگت نیست، یا مثلا تو میتونی چشماش رو جوری بسازی که واقعا تاثیرگذار باشه و ما این کار رو کردیم.
برای همین عروسک خیلی عنصر مهمیه و من فکر می‌کنم یه سری مفاهیم رو اصلا آدم بهتره که واقعا اینجوری منتقل کنه. دقیقاً این چیزی که گفتین یادمه که حالا نمایش شما اون دوره که ما دیدیم 35 دقیقه 40 دقیقه بود تایمش و ما بعد از بیرون اومدن از سالن 1 ساعت و 40 دقیقه داشتیم در مورد نمایش صحبت کردیم. و توی یکی از صحبتایی که با دوستانمون بعد از دیدن نمایش داشتیم این بود که اگر هر چیزی به غیر از عروسک این متن رو میومد میگفت، این کاراکترها رو بازی میکرد، ما اینجوری با ولمون کن، حالا همه دارن شعار میدن که در حواستون به والدین باشه، اون داستانهای والد و فرزندی رو داره شعارگونه میگه. اما وقتی که از زبون عروسک ما اینها رو میشنیدیم انگاری خیلی عمیق‌تر باورش میکردیم و اون جهان فانتزی انگاری دقیقاً برای همچین مواقعی و گفتنی همچین حرف‌هایی برای ما ساخته شد. به سادگی. برای اینکه تاثیرگذار باشه. برای اینکه بتونه اون لحظه اون تاثیرش رو بذاره. دقیقاً. و خیلی هوشمندانه بود این اتفاق. سادگی عروسک‌ها و سادگی متن برای من خیلی مهم بود. یعنی من به شدت تایید داشتم و دارم که جهان دنیای عروسکی، در واقع جهان عروسکی به اندازه کافی فانتاستیک هست که ما بخوایم پیچیدگی‌های عجیب و غریب توش بذاریم. من خودم طرفدار قصه‌ام در تئاتر، حالا سینما هم همینطور، طرفدار قصه‌ام. یعنی فکر می‌کنم مخاطب اول باید با قصه ارتباط برقرار کنه و بعد. ولی نمایش عروسکی یک ویژگی خاصی که داره اینه که تو باید برای هر آنچه که می‌خوای بگویی تصویر داشته باشی. و مثلا خیلی به من میگفتن که کاش طولانی‌تر بود. کاش مثلا بعد من میگفتم اوکی الان این کارشو میکنه، خب حالا اگه بخوام طولانی‌ترش بکنم هی باید تصویر بسازم براش. و اتفاق خوبی افتاد چون من تصمیم گرفتم که به تایم کارم اضافه کنم. بعد از اینکه مخاطب در واقع عکس العمل مخاطب رو دیدم و بعد از اینکه کامنت ها رو میخوندم احساس کردم که اینقدر خوب مخاطب با این نمایش در واقع ارتباط برقرار کرده، تصمیم گرفتم که یه چیزی حدود 10 دقیقه یه رو به کارم اضافه بکنم و یه مقداری درونی تر بشه. و همچنان که گفتم کار عروسکی تصویر میخواد و الان هم من با 4 تا تصویر جدید در واقع نمایشم رو یعنی کاراکتر اضافه کردین یا عروسک اضافه شده. عروسک اضافه شده. آره. توی کلیت کار تغییر ایجاد نشده. حالا میایین میبینیم. بله. و نمیدونم ما اینو گفتیم که این نمایش مامان برای بار دوم میخواد اجرا بره از 12 بهمن. بله سالن تئاتر هامون. بله سالن تئاتر هامون و این خیلی خوشحال کننده است چون من یادم که با آدما میگفتم و مدت زمان نمایش محدود بود و آدم حیف شد من نرسیدم چون نمایش‌های اینطوری تا آدم‌ها بیان اعتماد بکنن ببینن دهن به دهن بچرخه. حالا بحث تبلیغاتش هم باید یه صحبتی بکنیم ولی بیشتر حس می‌کنم که مخاطب از اون دهن به دهن شنیدن و پیشنهادایی که دوستان دادن اومدن و انقدر استقبال شد. من فکر می‌کنم اینطوری هست. آره ما به هر حال ما ببینید توی تئاتر چهره مثلا حالا به هر حال میتونه یک عنصر تبلیغاتی باشه، نمیدونم متن یک نویسنده اصلا اسم کارگر، ولی ما هیچ کدوم این ابزار رو نداشتیم و عروسک داشتیم و عروسک گردان ها شخصیت هایی هستن که بسیار محجوبن و مأخوذ به حیا و اصلا دوست ندارن در دنیای خارج یعنی مجازی خودشون رو نشون بدن و ما برای تبلیغات واقعا این مسئله رو داشتیم. من که خودم پیج ندارم، عروسک سازم پیج نداشت، بعد نمیدونم بقیه بچه‌ها پیجاشون پرایوت بود و ما اصلا نمیتونستیم تبلیغات بکنیم و جامعه عروسکی جامعه کوچیکیه که خب هممون دوستای همدیگه ایم، یعنی به چند نفر بخوایم بگیم. و وقتی که ما واقعا اقبال تماشاگر رو دیدیم به نظرمون اومد که خب بس کار داره، حرف داره نشون میده خودش رو و بدون عناصر تبلیغاتی یه کار کوچیک، یه کار بی ادعا، یه کار بدون چهره، یه کار بدون حتی نویسنده کارگردان. به قول شما من اسمی نداشتم. آره واقعا همه اینا خیلی دقیقاً. و خود حالا با رویا ناصری هم ما صحبت میکنیم، داستانش خیلی مهمه. خود عکسی که من دیدم به عنوان مخاطب اون طراحی عروسک انقدر درست بود که من حتی قصه‌شو که نمیدونستم چیه، که این چرا این شکلی عروسک، بذار من برم ببینم چیه.
اینی که عروسکش به این شکل طراحی شده و انقدر خاصه حالا به نسبت و تمام اینا خیلی به نظرم تاثیرگذار بود و دوست داشتنی. یه اتفاق خوبی که توی کار ما افتاد همدلی من و بچه‌هام بود. ببین من موسیقی کار رو به برادرم گفتم بسازه، چون اونم تحصیل کرده یه رشته موسیقیه و خیلی نزدیک بود روحیاتش به من، اعتقاداتش، و دیده بود در واقع چیزایی رو که یعنی من اگر می‌خواستم چیزی رو توضیح بدم اون کاملا لمسش کرده بود. بر همین ما خیلی خوب از موسیقی استفاده کردیم و از صدا، یعنی چون کار من کاملا به صورت پلی بک هست، ما دقیقاً یعنی خیلی ها میمدن و من میگفتن که از تماشاگرها بچه‌های حتی نمایش عروسکی میگفتن که صدا رو چجوری مثلا اینا اینقدر سینک بودن. آره یکی داشت همونجا الان میگفت و من گفتم نه این پلی بکه و میگفت مثلا چطوری شما اینقدر سینک بودین. ما واقعا صداگذاری دقیقی انجام دادیم که پارسا آهنگساز من کنار حامد این صداگذاری اینقدر خوب و به جا و استفاده از مثلا تم صداهایی مثل ساعت که تکرار شونده بود یا همون خود ویولون یا پیانو، به نظرم اونا خیلی کمک کرد به فضا سازی ما. عروسک ها هم که خب واقعا رویا شاهکار بود توی ساخت عروسک ها. ما یه روز رویا اومد و سر مادر رو آورد و من دیدم که اون خودشه واقعا. آره و ما بدون اینکه هیچ طرح علمی داشته باشیم از رویا یا ماکتی داشته باشیم، رویا همون چون واقعا اینقدر در موردش صحبت کرده بودیم که رویا کاملا میدونست چی میخواد. در مورد عروسک پسر هم یه مقداری یه چیزایش رو توافق داشتیم، یه چیزایش رو نه، ولی در نهایت به این صورت رسیدیم. خیلی کار رویا بی‌نظیر بود، من خیلی دوست داشتم کارش رو، برای همین خیلی کمک کرد. امیرم برای طراحی صحنه همینطور، یعنی ما رسیدیم به یک بخش مینیمال جمع و جوری که واقعا دنیای عروسکی نیاز داره. ما اصلا احتیاج نداشتیم به این که یک دکور بزرگ حجم فلان باشه، ما هی سعی کردیم کوچیک‌تر و کوچیک‌تر جمع و جورش کنیم تا رسیدیم به اون مازی که توی کار می‌بینیم. دنیای بیرونی رو با اون ماز می‌خواستیم که نشون بدیم. حالا شما میگین که من کار نکردم و اینطوری بودم که وای من از کی کمک بگیرم، ولی وقتی کار نگاه میکنین انگاری شما یک تیمی هستین که خیلی وقت با هم کار کردین که نتیجه شده مثلا این عروسک‌ها، این موسیقی و تاثیر خودش رو گذاشته. اینی که میگین خیلی جالبه برای من. آره که خیلی وقت هم دیگه ندیدین، نمیشناختین، مثلا من این تیم یهویی آره دقیقاً مثلا زنگ زدم به نازیلا دوستم، گفتم عروسک گردان میخوام، مثلا مرجان رو معرفی کرد، علی اومد به من، مثلا چون میگم من جدا بودم از دنیای اینها، من نمیدونستم چه خبره و اینها در واقع سالها بودن کار میکردن، عروسک گردان بودن، عروسک ساز بودن، صبا بود، مسی بود، همه بودن و من واقعا کسی رو نمیشناختم و بچه‌ها اومدن و اینقدر خدا رو هزار مرتبه شکر ما همدل بودیم با هم دیگه و بچه‌ها انقدر پایه بودن. و یک جورایی یه چیزی هم بگم، همه درد مشترک داشتیم توی این ماجرا، میدونین یه جورایی دقیقاً دست میذاره روی جایی که کسی نمیتونه بگه من اینو حس نمی‌کنم، چون رابطه بین فرزند و مادر و دقیقاً همینطور. بعضیا خودشون رو والد میدیدن، بعضیا فرزند میدیدن، بعضیا مثلا مادرشون رو در قالب مادر بزرگ میدیدن و یعنی دنیای خیلی گسترده‌ای داشت در واقع. در مورد ما چون می‌خواستیم پلی بک باشه، ما دنبال صدا که بودیم، من از دوستم ملیحه کمک گرفتم. ملیحه گوینده سال‌هاست که کار میکنه، هم کلاس دوران دانشگاه من بود و خیلی کمک کرد. یعنی ببین یه جوری بودش که من شاید بهتر بود صدا سازی نمیشد، اما مهمترین چیز برای من تکنیک بود، یعنی بتواند که اون چیزی رو که عروسک میخواهد بگوید بگوید. شاید مثلا من اگر با یه آدم میان سال و اون یعنی اتودم زدم در واقع، اون حسی که من میخواستم در نمی اومد. اون حسی که بله همینطوره. یعنی چون با تکنیک حس رو در می آورد ملیحه، برای همین صداش خیلی خوب بود، با اینکه صدا سازی بود در واقع، و برای من خیلی ارزشمند بود و خیلی کمک کرد. خیلی ببینید یه عروسک داریم، یه عروسک گردان داریم و یه صدا پیشه و اینها باید با هم سینک بشن و بسیار کار سختیه.
مخصوصا تو کارهای این تیپی که مثلا یهو میبینیم 5 دقیقه از کار فقط عروسک داره حرف میزنه و اکت داره و اینها، مثلا نمیفهمی که این صدای الان داره از یه جای دیگه پخش میشه، عروسک گردانه داره یکی، میدونین اینقدر اینا یکسان شدن، اینقدر واحد شدن، همه چی با هم جور در میاد. یا یه جا مثلا 3 تا عروسک گردان دارن یک عروسک رو میگردونن، عروسک داره دیالوگ میکنه و پلی بک میشه صدا و این هاست که جادو درست میکنه. یعنی تماشاگر به محض که وارد صحنه میشه مثلا عروسک رو میبینه، اون جادوی صحنه اونو میگیره، حالا این میره جلوتر قصه و من سعی کردم از امکاناتی که عروسک میده استفاده بکنم. خیلی ساده در حد اینکه حالا من نمیخوام بگم ولی در حرکتاشو طراحی رویا بوده، نه کار گروهی بود، همه با هم نظر میدادیم. آره تو حرکت‌های عروسک‌ها کاراکتر مامان که خیلی خاصه، یعنی اصلا یه مکانیزمی داره. خب ما رسیدیم به این، یعنی ما چندی توت زدیم که آره که این مامانه در بهترین. من میگفتم من میخوام دستای اینا دستای مثلا خودت باشه رویا، و من میگفتم رو من میخوام این عروسک تک عروسک گردان داشته باشه، یعنی کس دیگه نباشه که بخواد کمک کنه. خب بعد نهایتا این تکنیک تقریبا ابداعی رویا بود که حالا با داریم ما که مثلا سر وصل باشه به سر عروسک گردان، ولی باز هم این چیزی که در نهایت در اومد کار خودش بود و بسیار هم سخته، چون باید هی مرتب گردنش رو تو زاویه‌های مختلف حرکت بده و دستای خودشه. برای همینه که اینقدر در واقع طبیعی میشه. من مثلا بارها اینو از تماشاگران میشنیدم، میگن وقتی عروسک مامان ما رو نگاه کرد، یعنی مثلا من یه جای نشسته بودم بعد عروسک مامان منو نگاه میکرد، مثلا یه لحظه یه طوری میشدم و فکر می‌کردم که واقعا این الان زنده است و داره منو نگاه میکنه. و توی همین اجراها رویا رسید به جایی که دیگه واقعا من یعنی از اون بالا که هر شب نگاه می‌کردم می‌دیدم اصلا این دیگه میدونی یکیه دیگه، رویا نیست، عروسک گردان نیست، مامان نیست، هر چی که هست یک مجموعه کاملی شده. واقعا وقتی دستاشو حرکت میداد با این صورت، عینک‌ها، همه چی کامل بود. خیلی من بازخوردهای خوبی از عروسک گردانی رویا و عروسک رویا داشتم که به هر حال با تماشاگر ارتباط برقرار میکرد و حس خوبی بهمون میداد، مخصوصا توی صحنه‌ای که مادر تنهاست. من خیلی دوست داشتم که حتی اون طولانی تر می بود، ولی خب ما سعی کردیم که دیگه تماشاگر خسته نشه، در حد 3 دقیقه آوردیمش پایین، ولی دوست داشتیم حتی 10 دقیقه یعنی جا داشت واقعا تنهایی مادر رو نشون بدیم. در مورد تکنیکی که برای عروسک گردانی پسر داشتیم، توی اون هم چون من می‌خواستم ویولون بزنه عروسک، باز دست‌های بچه‌ها رو احتیاج داشتیم. برای همین باز رسیدیم به این فرم که پاهای عروسک باشه، تنش تن عروسک باشه و دست‌ها رو عروسک گردان بپوشه. و بعد دیگه با طراحی صحنه به اینجا رسیدیم که سکوی داشته باشیم، عروسک گردان تو بشینه و همه اونها. خب چقدر عالی. بیاین این سوال رو بپرسم، فکر کنم سوال نهایی ما باشه، پایانی ما باشه، به خاطر اینکه یه ذره تایم مصاحبه محدوده. یکی از بارزترین ویژگی کار شما اینه که آدم‌ها وقتی از سالن میان به پهنای صورت دارن اشک میریزن. من عذرخواهی میکنم همه آنهایی اکثر تماشاچی‌ها، نمیگم همه ولی بیشتریا، من رو آدمای مختلفم تست کردم، یعنی به دوستان مختلفم. بار دوم که میومدم مثلا خودم که آره بار دوم دیدم که خب نه این داره تاثیرشو میذاره. به دوستای مختلفم با اخلاقیات متفاوت، مثلا یکی میدونستن اصلا اینطوریه که نه روابط مادر فرزندی بابا ولمون کن اینا، بعد دیدم این خیلی بیشتر از بقیه داره گریه میکنه و تعمدی بود. اوه نگو. نه واقعا اصلا ببینید الان شما از قصد خواستین که اشک آدم‌ها رو با یه نمایش عروسکی در بیارین؟ اصلا مگه شدنیه؟ یا این که نه اصلا سورپرایز شدیم مگه میشه کار من؟ دقیقاً ما سورپرایز شدیم. خودتون اولین بار که اینو نوشتین یادتون نگرفت؟ ما تو تمرینای اولیه‌مون میگم تنهایی مادر، اونجایی که صحنه تنهایی مادر خیلی طولانی تر بود و اونجا من واقعا اذیت میشدم، چون همش یاد مامان خودم میافتادم مثلا ساعت‌ها، روزها، شب‌ها تنهاست. یه جا برگشتم به رویا گفتم چرا مامان آخرش میره؟ نمیدونم، میدونی خودم هم نمیدونم، اما نه اصلا. یعنی من ببین ما از صحنه مثلا دیگه تنهایی مادر که شروع میشد دیگه ما صدای حق گریه رو میشنیدیم و مثلا عروسک گردان میگفت الهام مثلا امشب دیگه از صحنه دوم شروع شد.
واقعا دستمون اینا و من همش میگم خدایا، من وقتی کار تموم شد و تو رورانس من از تک تک آدما عذرخواهی می‌کردم، مثلا تو خودت ببخشید. آره یادمه من اینجوری بودم که اومده بودم تشکر کنم که چه نمایش خوبی و چقدر اصلا فکرش نمی‌کردم برای شما منو دیدید، چون من قشنگ اینطوری واقعا به پهنای صورت داشتم. آره من اصلا یعنی ما با بچه‌ها معذرت خواهی می‌کردم. آره بابا من دارم تشکر می‌کنم. نه میدونی من اصلا دوست نداشتم که تماشاگر اینقدر منقلب بشه و دوست داشتم که با یه حال خوب بیرون بره. منتها چون فکر می‌کردم حرفم رو زدم، ولی خب اینجوری نمیشد. خیلی ها متاثر میشدن، خیلی ها زودتر، خیلی ها در انتهای نمایش و اصلا یه حالی بود که مثلا دیگه استرس میگرفتم. به خدا مثلا این صدای فیلفینا رو میشیدم. اینقدر کامنت های عجیب. من واقعا دوست دارم یک روز فقط بشینم در مورد کامنت ها حرف بزنم. اما توی این اجرای جدید سعی کردم اون فاز پایانی کارم رو تغییر بدم. یعنی قرار نیستش که آدم ها اینطوری گریه کنن برن بیرون؟ ای بابا دوست داری؟ آره من خواستم به دوستانم بگم که بیان. نه واقعا نه، چون میدونی احساس میکنم وقتی تماشاگر با اون حال میره بیرون انگار تو بلا تکلیفی میمونه و دوست دارم که یه ذره جمع و جورتر بره بیرون. حالا این که شایدم باز ببین من قصد ندارم، شاید واقعا دوباره باز دوباره مضاعف میشه، شاید باز دوباره اتفاق بیفته، نمیدونم. از اول که نمیخواستین که. نه اصلا. آخه چرا باید یه نمایشی بسازی که معمولا هم اینطوری آدم‌هایی که میگن برم یه کاری بنویسم که آدم میره میشینه نگاه میکنه اشکش در نمیاد که کی تموم میشی تو. نه واقعا حتی میخوام اینو بگم که ما تعجب کردیم، یعنی نشه گریه میکنم مثلا اینطوری گریه میکنم مثلا چرا چی شد چرا خود کسب کار بچه‌ها هم حتی اینطوری نبودن که اولین بار که مواجهشن با این نمایشنامه‌اش بگن ای وای. البته که موسیقی خیلی تاثیرگذاره تو این قضیه. آره یه جاهایی یه چیزی رو موسیقی خیلی آدم وارد میکنه که قطعا شاید تو تمرین اینطوری نبوده. خب نه ببینید بچه‌ها به هر حال از نظر حسی درگیر میشن ولی بیشتر درگیر تکنیک هستن. یعنی سر صحنه خب درگیر اینه که اون درست اینقدر یه چیزی حدود مثلا 17 18 تا صحنه داریم توی مثلا حالا 40 دقیقه کار. خب تعویض صحنه اینقدر باید سریع باشه که مثلا من تماشاگر بهم کامنت داد که ما اصلا حس نمی‌کردیم تعویض صحنه، اینقدر بچه‌های من هماهنگ بودن. یعنی میدونی الان به راحتی میتونم این ادعا رو بکنم چون اجرا رفتم و شاهدش وجود داره. ولی مثلا اگر قبل‌تر بود شاید مثلا میگفتم که مثلا حالا بیاید کار رو ببینیم، ولی اینقدر کار تمیز در واقع بچه‌ها صحنه رو تعویض می‌کردن که اصلاً حس بدی به تماشاگر نمیداد و به این دلیل حواسشون جمع این ماجرا هست و پلی بک ها، عروسک گردانی، تعویض صحنه ها خب ببین درگیر حسی کار نمیشن. ولی توی گفتگوهای خودمون چرا؟ چون به هر حال ما کارمون کار کارگاهی بود، یعنی از یک بیس خامی ما رسیدیم به این و من نمایشنامه مکتوب رو بعد از اولین اجرا در واقع درآوردم چون خیلی دوست داشتم نمایشنامه‌مو چاپ کنم به دلیل اینکه ما نمایشنامه عروسکی بزرگسال خیلی کم داریم و اینکه بمونه به یادگار. تازه اون موقع جمع و جورش کردم وگرنه خیلی جاها رو ما از حرکت و تصویر به دیالوگ رسیدیم. عالی. برنامه‌ای برای کار بعدی دارین که عروسکی باشه؟ آره من قطعاً کار بعدیم عروسکیه و قطعاً برای بزرگساله و متنش رو نوشتم. دوست داشتم که الان شروع می‌کردم ولی همونجوری که شما گفتید حیف بود این کار با 27 تا اجرا تموم بشه و برگشتیم دوباره به مامان رو اجرا بکنیم برای جشنواره بعدی کار جدید. چقدر عالی، ما منتظرش هستیم. ممنونم. من یک چیزی فقط بگم. من یه تشکری میخوام بکنم از همه کسانی که به من دلگرمی دادن، دلداری دادن، پشتم بودن، همراهم بودن، همسرم، پسرم، مادرم، مادر همسر، همه اینها و خیلی تشکر کنم از بچه‌هایی که ما تو روزای سختی این کار رو ادامه دادیم. شهریور 1401 مهر آبان تو روزای سختی بود. واقعا بیان سر تمرین برن و تا از پولی نداره. واقعا بچه‌ها دلی کار کردن و اون چیزی که باعث شد ما هنوز بخوایم اجرا بریم اینه که بچه‌های من استقبال مخاطب رو دیدن
و تأثیری که روی مخاطب داشت. یعنی خیلی‌ها می‌اومدن به ما میگفتن که مثلا ما دوست داریم فلانی هم ببینه، فلانی هم ببینه، فلانی هم ببینه، دوست داریم مثلا بگیم فلانی بیا. می‌دونی تأثیری که رو خودشون گذاشته بود دوست داشتن به دیگری هم منتقل بشود و این باعث میشه که بچه‌های من از من درخواست می‌کردن، میگفتن الهام هنوز هم اجرا بریم، با اینکه کار، با اینکه میدونن که درآمدی نخواهد داشت در کل. اما اگر تماشاگر متأسفانه اما ما دعوت می‌کنیم از همه تماشاگرها که کار ما رو ببینن، کار عروسکی رو دنبال بکنن. ما سالن هامون هستیم، منتظر حضورشون هستیم. چقدر عالی. مرسی الهام عزیزم، ممنون که حالا من همیشه میگم که ممنون که ما رو در واقع دعوت ما رو قبول کردین. ممنون که ما رو دعوت کردین. خیلی کیف داد دیدن تمرین بچه‌ها و ما منتظریم که نمایش شما شروع بشه، چون من به یه عالمه آدم گفتم بیان نمایش شما رو ببینن. رویا ناصری، طراح و سازنده عروسک‌های نمایش عروسکی مامان و همچنین عروسک گردان نقش مامان. رویای عزیز، با توجه به اینکه عروسک‌هایی که توی این نمایش که مخصوص بزرگسالان هم هستش عروسک گردانی ویژه‌ای دارن، یعنی طراحی و پروسه طراحی خاصی رو مشخصاً طی کردن، از این به ما میگین؟ توی طراحی این عروسک‌ها، یعنی توی طراحی تکنیکشون، ما توی تمرینا به این رسیدیم که تکنیک عروسکمون به چه شکل باشه. یعنی چیزی که کارگردان از ما میخواست طراحی کردیم برای تکنیکش و به مرور در واقع به این رسیدیم که خب مثلا این عروسک مادر باید به این سیستم گردونده بشه. توقعی که از عروسک و شخصیت مامان بود ما رو برد به این سمت که تکنیک عروسکمون این باشه. تو عروسک‌های دیگه هم همینطور. یعنی ما تکنیک خاصی رو همون اول فیکس نکردیم که با اون پیش بریم. در واقع چیزی که نمایش از ما میخواست اتفاق افتاد. خب توی این کار ما یه بخشی از کار شخصیت اصلی اون عروسکش کوچیک‌تره که روی این صخره بیشتر دیده میشه و دلیلش اینه که این عروسک توی این صحنه قراره توی فضای بیرون از خونش یا فضای، حالا یه بخشی هم مشابه داریم، فضای خارج، یعنی فضایی که قراره کار داشته باشه یا توی زندگی کلیش باشه و یه بخشیش به خاطر پرسپکتیو به نظر من که ما داریم اینو از دورتر میبینیم که چه اتفاقاتی توی زندگیش، انگار یه نمایی از بالا به صورت بزرگتر داریم از زندگی این آدم میبینیم و عروسکش کوچیک‌تره برای اینکه تمام این حرکات راحت‌تر عروسک گردانی بشه و راحت‌تر ببینیم اون فضا برامون تصویرسازی بشه. فرق کار عروسکی تئاتر و کار تلویزیون خیلی با هم فرقشون زیاده. ما توی کار تئاتر باید 2 نفر، 3 نفر، هر تعدادی که با هم داریم کار میکنیم همزمان مغزمون، فکرمون، بدنمون توی یک مسیر باشه و با هم بدون اینکه، چون اجازه هیچ اشتباهی نداریم، چون همزمان داریم با تماشاگر ارتباط برقرار میکنیم و کوچکترین اشتباه ما کل عروسک رو به هم میریزه. باید هممون با هم یکی باشیم. ولی توی تلویزیونی دیگه نهایت 2 نفر هستیم و اصلیت عروسک دست یک نفره، نفر بعدی کمک میکنه و میتونیم بارها این رو کات کنیم و از اول شروع کنیم. اونجا خیلی نیازه که همه با هم فکر باشیم، ولی خب توی تئاتر خیلی بیشتره، مهمتره و تمرین خیلی زیادی میخواد. و مهمتر از همه اینها اینه که اون پارتنری که داره با ما کار میکنه، هر دومون اون تعدادی که با هم هستیم همدیگر رو خوب بشناسیم، بتونیم به هم تمام اون احساساتمون رو منتقل کنیم و با هم همزمان بیاریم وارد بدن عروسک بکنیم. بازیدهندگی تو این تکنیک علاوه ذهنی بازیدهنده باید به هم نزدیک بشن، تو جوری که مثلا
بازیدهنده وقتی دستش داره میاره بالا همزمان گردن یا صورت هم یه اکت متقابل بتونه نشون بده. پروسه تمرین این کارم لحاظ این که چفشیم با هم فکر کنم حدود 5-6 ماه طول کشید. یه دوره 3 ماهه داشتیم اون اوایل، باز دوباره قطع شد، دوره جدید تمرینات اونم 2 ماه 3 ماه دوباره طول کشید. نمیخوای دستاتو از روی صورتت برداری؟ دستا؟ نه نمیتونم. نمیتونی؟ نه من خیلی سردرگمم. سردرگمی؟ آره، میدونی اگه سرمو ول کنم گمش میکنم، بعد فکرم میره جایی که نمیخوام. مثلا پیش مامانت؟ آره. ظاهر عروسک‌ها به خصوص حالا کاراکتر مادر که خب یه تیپ مادر مهربونیه، اما کاراکتر پسر خیلی فرم عجیبی داره و شاید در ابتدا کسی ندیده باشه به خودی خود جذابیتش رو داره برای اینکه آدم‌ها رو کنجکاو کنه که بدونن چیه این کاراکتر، قراره که به خصوص با توجه به اینکه مخصوص بزرگسالان هم هست که داره چی میگه، میخواد چی بگه این عروسک. پروسه طراحی صورت عروسک‌ها به چه شکل بوده؟ ببین توی این کار طراحی عروسک همونجور که شما گفتی راجع به مامان، خب خیلی تیپیکال یه مامانی رو ما باید کار میکردیم، ولی توقع این بودش که یعنی چیزی که کارگردان از من میخواست طبق نمایشنامه‌ای که داشت، چیزی که میخواست این بود که مادر نه خیلی مادر غمگینی باشه نه خیلی مادر شادی باشه و واقعیتش در آوردن این حال توی صورت عروسک خیلی کار سختیه، چون که تو یا باید خندان طراحیش کنی یا غمگین طراحیش کنی. تو جزئیاتش ما خیلی کار کردیم رو صورت مادر، یعنی من هی می‌بردم حجمو و می‌آوردم میدیدش، یعنی کار می‌کردم و الهام میدید کارو. روی چشما خیلی با هم دیگه کار کردیم، تست کردیم چشمای مختلفو که چه جور چشمی براشون کار کنیم که در نهایت رسیدیم به این چشمای مثلا شیشه‌ای که نگاه ویژه‌ای نداره، در واقع نوری فقط منعکس میشه تو صحنه که به هر سمتی این نگاه کنه مخاطب فکر میکنه داره اونو نگاه میکنه. تو صورت پسر ولی خیلی زمان برد که برسیم به این که صورت پسر چه جوری باشه، چون باید یه سن خاصی رو نشون میداد، یعنی نه خیلی پیر بود نه کودک بود، مثلا یه آدم مثلا حدوداً 40 ساله مثلا باید نشون میدادیم، ولی پسری بود که وابستگی هایی به مادرش داشت، یعنی کاراکتر این پیچیدگی ها رو داشت. نمیتونستم خیلی آدم بزرگسالی هم بگیرم، در واقع باید کودکی درون این آدم هم دیده میشد و غمگین بودنش و مستعسل بودنش رو باید تو صورتش من در می آوردم. برای چشمای پسرم همینطور، ما چشمای کلا چشم عروسکامون رو تو این کار به این شکل گرفتیم که نگاه خاصی نداشته باشن و مخاطب بتونه از نگاهش اون چیزی که خودش فکر میکنه رو برداشت کنه. ذات بادکنک به رفتن مامان جون، همیشه باید منتظر از دست دادن ها باش. امروز بادکنک، فردا چیزایی بزرگتر، شاید هم مهمتر. الانم میخوام بگم من و تو با هم کلی خاطره ساختیم. آره، من مامان خوشبختی هستم. بخواب عزیزکم. نمایش مامان برای من چه به لحاظ صداپیشگی و چه به لحاظ تحلیل شخصیت خیلی چالش برانگیز بود. من آخرین کسی بودم که به گروه اضافه شدم، یعنی گروه شاکلش تکمیل شده بود، تکلیف کار مشخص بود و من اضافه شدم به گروه برای صدا سازی برای این شخصیت. من خیلی سال بود که شخصیت زنده و واقعی رو صدا سازی نکرده بودم. خیلی سال پیش این کارو کرده بودم، ولی واقعیت بیشتر برای انیمیشن و برای شخصیت‌های فانتزی این کارو کرده بودم، برای دوبله
برای رادیو و حالا کارهای دیگه، خصوصا مثلا کتاب صوتی. ولی این کار برای من خیلی سخت بود، چون من با خود این شخصیت چالش داشتم و صدایی که داشت از حنجره من در می اومد و من روش کار می کردم من رو یاد خیلی چیزها مینداخت. یعنی من با خود شخصیت هم درگیر شدم، به اضافه این که دنبال صدا میگشتم. حالا صدایی که من میساختم خب طبیعتا تو سر خودم میپیچه و خودم نمیتونم خیلی روش نظری داشته باشم در وهله اول. خانم محمودی خب خیلی کمک کرد و ما خیلی آزمون و خطا کردیم. ما برای جشنواره یک بار ضبط کردیم، برای اجرای تئاتر شهر برای بار دوم ضبط کردیم و برای اجرای تماشاخانه هامون برای بار سوم این کار رو انجام دادیم که در ضبط سوم من جوانی‌های مادر رو هم گویندگی کردم. تفاوت این دو، ولی شخصیتی که قرار اون چالش رو برای من داشته باشه همچنان سر جای خودش بود. برای من این کار خیلی لذت بخشه، این که بخوام یه شخصیتی رو از درون خودم بیرون بکشم، شخصیتی رو که باهاش به شدت زاویه دارم و به شدت اشک من رو در میاره. من وقتی که به شخصیت مامان رسیدم یک اتفاقی، یک مرحله‌ای رو انگار من گذروندم در درون خودم. با توجه به اینکه خب این عروسک‌ها مخاطبشون بزرگسال هستن و شاید برای در واقع رده سنی کودک بشه عروسک‌ها رو ساده‌تر طراحی کرد. البته که اونم پیچیدگی خاص خودش رو داره، ولی برای بزرگسال، برای اینکه باورپذیرتر بشه، کار سختیه. این چه چالشی برای شما داشت؟ اینکه داشتین عروسک‌هایی رو برای بزرگسال طراحی می‌کردین. ببین من باید در واقع برای کار بزرگسال میرفتم به سمت اینکه به رئال نزدیک بشه، یعنی به واقعیت نزدیک کنم، فانتزی رو ازشون کم کنم، در عین حال که یه فانتزی هم داره که شیرین باشه برای بزرگسال هم. ولی این بود چالشه که باید به سمت واقعیت میرفتیم، هم رفتار عروسک، یعنی هم تو تکنیک این کارو کردیم هم تو طراحی. این بود آره چالشه که باید به سمت واقعیت میرفتیم. چالش ما یکیش این بود که ما چون همیشه عادت کرده بودیم برای کودکان کار کنیم و همیشه یک ریتم شاد و پر جنب و جوش داشته باشیم، اینجا هم داستان ما یک چیزی بود که این جنب و جوش رو نمیخواست و هم اصلا ریتم کار بزرگسال با کودک فرق داره. بزرگترین چالشی که ما در نمایش عروسکی مامان داشتیم مخاطب بزرگسالمون بود. اینکه بزرگسال فکر میکنه که نمایش عروسکی فقط مخاطبش کودکه، در صورتی که اینجوری نیست. ما خیلی کارهای جدی‌تری داریم برای بزرگسال که عروسکی انجام میشه. و یک موضوع دیگه‌ای که توی نمایش عروسکی بزرگسال هست، تفاوتش با کار کودک. در نمایش کودک فانتزی خیلی بیشتره، اما در نمایش عروسکی بزرگسال ما باید اون دنیای واقعی و اون حس واقعی رو به مخاطب بدیم و با چالش‌های زیادی روبرو هستیم. خب من فکر می‌کنم که چالش خیلی میشه گفت خیلی دوست داشتنی بود، این که برای تئاتر عروسکی بزرگسال بخوایم، یعنی من و پارسا که در واقع تیم موزیک این کار بودیم، بخوایم موزیکشو کار بکنیم. برای که همون روز اولی یادم که همون روزی که به پارسا گفتم که تئاتر عروسکیه، گفت اتفاقا یه سری صداها هست که مخصوص این کاره و خیلی سعی کردیم که از اون صدا استفاده بکنیم. سعی کردیم که همه چیز فانتزی باشه، خیلی یه ذره دور باشه از اون موزیکایی که مثلا چه میدونم حالا تو ماشین شنیده میشه یا چه میدونم آدما جدیدن توی پادکست ها مثلا گوش میدن. سعی کردیم یه ذره دورتر باشه. یک چالش هم که این عروسک گردانی با این عروسک داره اینه که خب کوچیک‌تره و هماهنگ شدنش با عروسک گردان دیگه، چون 2 نفر این عروسک رو میگیریم، گاهی 3 نفره، هماهنگ شدنش خیلی سخت‌تره و
اینکه معمولا این عروسک تیبل تاپ بهش میگن یا رومیزی، که خب ما اینجا روی میز این کار نمی‌کنیم و روی سطح صاف داریم انجام میدیم، این خودش سخته. و یه بخش دیگهش اینه که اصلا این کار نرمال نیست، اینه که ما به عنوان عروسکگران پشتمون به مخاطبه و خیلی سخته که ما هم عروسک رو ماسک نکنیم، همون حرکات رو با ظرافت و با دقت انجام بدیم و اون حس رو القا کنه. و این از چالش‌های سختش بود و واقعا هماهنگ شدن با عروسکگران دیگه به نظرم سخت‌ترین بخش این کار. وقتی که موزیک واسه یه کار فانتزیه، خیلی عوامل موسیقایی مثل چه میدونم میزان نماها، مثل تیون بودن یا نبودن صداها، اینا خیلی تاثیر میذاره. ما سعی کردیم که همه چی رو توی یک انگار که مثلا از پشت شیشه موزیک داره شنیده میشه و موزیک‌ها انگار که یه حالتی هستن که واقعی نیستن، انگار که خود موزیک‌ها هم دارن از تو دل یه جریان دیگه ای ساخته میشن. و خب اینا هم دیگه با استفاده از صداهایی که داشتیم و با توجه حالا به نرم افزارها و اینا رو استفاده کردیم. ویولون نواختن عروسک رو کارگردان انتخاب کرد، یعنی میگفت که ساز این پسر در واقع ویولونه. و حالا من فکر میکنم با توجه به اینکه جهان کارگردان رو خب باش آشنا هستم، میدونم که ذهنیتش چی بوده، به نظر من انتخاب درستی هم بود، چون اون زخمی که ویولون داره خیلی به اون احساس دلتنگی و تنهایی میخوره در واقع. واسه همین به نظر من خوب بود. بعد اینکه پرفورمنس ویولون فکر میکنم خیلی واسه کار عروسکی خیلی میتونه جذاب باشه. بالاخره نوازنده ویولون ایستاده ساز میزنه، چه میدونم آرشه‌ای که میکشه خیلی تحت تاثیر احساسشه و کلا ویولون سازیه که تو توی بغلت میگیری دیگه. این خیلی به نظر من میتونه کمک بکنه به حس اون، در واقع حسی که میخواد اون عروسک گردان ایجاد بکنه واسه شنونده و بیننده. در مورد سولو و اون کاری که واسه آخر هست، من سعی کردم که هم به هر حال نشون بده که این کسی که داره ساز میزنه تبحر داره، یعنی به هر حال مثلا سالهاست که ویولون زده، تکنیک نوازندگیش بالاه و اینکه از تمام وجودش هم داره این ساز رو میزنه و با مهارت داره این کار رو میکنه. واسه همین یه سولویی که ساخته شد در واقع حاصل همه این فکرها بود دیگه، همه اینا با هم. این کار خوبیش اینه پویاه، علاوه بازیدهندگی و کارگردانی که روی این کار تسلط داره، به بازیدهنده اینقدر اجازه میده که هر اکتی رو با عروسکش اجرا کنه و استفاده بشه برای کار. متاسفانه مخاطب بزرگسال فکر میکنه که نمایش عروسکی فقط مختص کودکه، در صورتی که اینجور نیست. ما نمایش‌های جدی زیادی داریم برای بزرگسال، نمایش عروسکی بزرگسال، و امیدوارم که مخاطب بزرگسال بیاد حمایت کنه. کار به نظر من خیلی کار، حالا نمیخوام بگم غمگین، ولی حس تنهایی حسیه که یه ذره خاصه برای من، که همیشه خاص بوده. و یادمه که وقتی که الهام به من گفت که میخوام تنهایی مادر رو نشون بدی، خیلی فکر کردم به اینکه چه تمی باید باشه، از چه موتیفی باید استفاده کنم، از چه سازی باید استفاده کنم، و در نهایتش هم به پیانو رسیدم. برای اینکه فکر کردم که اون اتکی که نوت شروع پیانو داره میتونه اون زخم تنهایی رو در واقع نشون بده.
اهمیت اینکه این صدا چقدر روی شخصیت مامان تأثیر گذاشت، خانم ناصری که طراح و سازنده عروسک ها هستن و عروسک مامان، خب خودشون هم عروسک گردانیشون میکنن و عروسک حساسیه حتی برای بار اول که خیلی عجله‌ای شد ما برای جشنواره صدا رو ضبط کردیم، حتی موهای مامان رو تغییر دادن. ایشون طبق صدایی که من گفته بودم حتی موهای مامان و چهره مامان رو تغییر دادن و ما برای اجرای بعدی دوباره تغییراتی داشتیم. چرا؟ به خاطر اینکه خب من تغییر کرده بودم، صدای من تغییر کرده بود و اینکه بر طبق صدا، چون صدا ضبط میشه عروسک گردانی کم سخت‌تر میشه. ما در ضبط سوم سعی کردیم مکس ها، فاصله ها و اینکه من به عنوان صدا پیشه با وجودی که بین بچه‌ها نیستم، خیلی تمرینا رو نیستم، ولی سعی کردم خودم رو همسو کنم چون خیلی مهمه من درک کنم این شخصیت رو، درک کنم عروسک گردان رو. من چون دوره دانشگاه عروسک گردانی کرده بودم، همراه با عروسک گردانی صدا پیشگی هم کرده بودم، یه سری چیزا دستم بود که خب میشناختم که چه اتفاقی باید بیفته، ولی خب با همراهی دوستانم خانم محمودی و خانم ناصری امیدوارم که در اجرای سوم اجرای قوی‌تر و جذابتری رو داشته باشیم و همگی لذت ببریم. ممنون از شما که ما رو تا اینجا دیدین. شما میتونین تئاتر آنلاین رو از گزاره teatrionline.ir از طریق آپارات، تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید.